أحمدك يا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، قبلا همه شما را به این روز بندگی خدا، به این روز جمعه تبریک و تهنیت میگم و از خدای مهربان خواهان او هستم که الله مهربان آن برکات و آن خیر را که در این روز سید گذاشته است، خداوند در یکایک شما در نامه اعمال شما نویسنده گرداند و محبت های شما را، میل های شما را، اخلاص های شما را به سوی ادا کردن این نماز الله مهربان زیاد بگرداند. و از الله مهربان خواهان هستیم که خداوند این خیر و این احسانی را که از جانب برادر ما و شما شده است و درگاهش مقبول، تمنیات و مقصودهای نیکشان خداوند حاصل گردانه، همچنان گذشتگانشان و فرزندهایی که به این دنیا قدم گذاشتند خداوند آینده های نیک نصیب گردانه و کارهای همه شما در الله مهربان برکات، شایش، مشکلات های شما را خداوند برطرف، بیماری هاتان شفای کامل تیه. پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. بی ادب را به سماوات بقا منزل نیست، در سماوات بقا منزل مردان ادب است. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست. فرق در جنس بنی آدم و حیوان ادب است. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست، عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است. دیده بکشای ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. گر تو خواهی که قدم بر سر ابلیس نهی، دیده بکشای ببین قاتل شیطان ادب است. یک سه روز که در خانه تن مهمانی، با ادب باش، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. رو پسر پند پدر گوش بکن هر شب و روز، دولت و ثروت و تاج سر مردان ادب است. شمس تبریزی بکن ذکر خدای ملکوت، نغمه پردازی این مرغ خوش الحان ادب است. برادران عزیز و گرامی، از الله بسیار مهربان خواهان او هستم که الله این شمس الدین تبریزی را که از قرآن و از حدیث برای ما جمع آوری کرد و برای ما و شما گوش زد کرد که البته به البته انسان مسلمان باید دارای آداب باشد. خداوند روح این بزرگوار شاد و ما را به آن چیزی که گوش زد کردن خداوند توفیق عمل کردن را نصیب بگرداند. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا آدمی که دارای آداب باشد بسیار مقبول قلب ها هست. در همه جا برادران عزیز آدم خوش اخلاق را، آدم خوش معامله را، آدم خوش گفتار را، خلاص همه اینها که آداب هستند بسیار یک
توجه علایده، بسیار یک احترامی خاصی را داراست. پیامبر نازنین ما که جناب امام ترمذی از نام حضرت جابر میارد، میگه پیغمبر گرامی فرمود این من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا و این ابغضکم الی و ابعدکم منی یوم القیامه السرسارون والمتشدقون والمتفیهقون. قالوا یا رسول الله قد علمنا السرسارون والمتشدقون فمن المتفیهقون؟ قال المتکبرون. برادران عزیز، پیغمبر نازنین ما که ما افتخار میکنیم الحمدلله رب العالمین چون این پیغمبر زیبا را امت هستیم، چی تعلیمات های زیبا به خدا قسم، چی سخن های بسیار خوبی را برای ما و شما گوشزد میکنه. ببینید چی میگه، میگه از همه ده محبوب ترین تان به سوی من، نزدیک ترین تان بر سوی من در روز قیامت کسی هست که دارای آداب باشد. گویند که حقیقتا همین بچه یا همین مردک یا همین زنک یا همین دخترک بسیار آداب خوب داره. حضرت گو وقتی تو اگر اخلاق آداب داشته باشی تو محبوب به سوی منی، به طرف منی و همچون نزدیک در روز قیامت هم با منی. در دوامش چی گفت؟ گفت بدترین شما، دورترین شما در روز قیامت به سوی من کسانی هستند که سرسار، متشدق، آدمی که بسیار گپ میزنه و بسیار نافهما گپ میزنه، بسیار مرکب گپ میزنه. و بعدا گفتن که متفیهقم از من دور است. اصحاب سرسار و متشدق فهمیدن آدم پرگپ و آدم مرکب گپ میزنه. گفتن نه که متفیهق چه نفهمیدیم حضرت؟ گفت المتکبر، کسی که دارای تکبر است، کسی دارای منمنی است، کسی نفری هست که مقصد مردم پسند نمیکنه، اهمیت نمیده، خودشا برتری از دیگران میدونه. این بسیار خصلت رذیله است برادرای عزیز که وقتی آدم در دارای تکبری باشد، بسیار خودخواهی باشد، این چیز برادرای عزیز بسیار ناپسند است. از این حدیث هم برادرای عزیز برمیاد که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آدمی که دارای اخلاق و آداب است میگه در روز قیامت نزدیکترین به سوی من همون انسان است. برادرای عزیز، من برای شما باز عادی کنم که آدمی را که میگن اخلاق یا آداب، گپ سری اخلاق میرود، خلق، فعل. آیا کیها در زیر همین آداب میدراید؟ میگن نشانه های آدمی که با اون نسبت میتن بچه خوبه. سخن حضرت عبدالله ابن مبارک امام ترمذی میاره در کتابش. شما میدونید عبدالله ابن مبارک استاد امام بخاری است، لیکن شاگرد امام ابو حنیفه است. او کس میگه هو طلاقة الوجه بذل المعروف و کف الاذی. کسی را میبینه که در چهرش دائم کشاده روی داره، چهرش دائم کشاده است، در چهرش گویم تبسم است. همچنان بذل المعروف کف الاذی. نفری هست که همیشه خیرخواه است، همیشه گمانی نیک دارد، نیتی نیک دارد، همیشه میخواهد در حق بنده های خدا دایم و دایم خدمت کنه. ولی و کف الاذی، هیچ وقت نمیخواهد که زیان و ضررش به کسی رسد. میگه کسی دارای همین باشد و گفته میشود که وای آدمی با آداب است. و خوش اخلاق گفتند برادر عزیز از سخن عبدالله ابن مبارک امکان دارد. حضرت محمد اقبال لاهوری میگفت دین سراپا سوختن اندر طلب.
انتهایش عشق و آغازش ادب. آب روی گل ز رنگ و بوی اوست، به ادب به رنگ و بو به آبروست. نوجوان را چو بینم به ادب، روزی من تاریک میگردد چو شب. تاب و تب در سینه افزاید مرا، یاد عهد مصطفی آید مرا. برادران عزیز و گرامی، من یک نمونه از اخلاق پیامبر برای شما انشاءالله صحبت میکنم و بعدا به همین صحبت من حسن خاتمه میبخشم و انشاءالله اگر سوال هاتون که باشه بعدا با شما در مسئله سوالاتون صحبت میکنیم. چگونه که شما آگاهی دارین در قرآن الله مهربان و انک لعلی خلق عظیم، در سوره قلم خدا میگه ای محمد تو بسیار دارای اخلاق بلند هستی. ببینین خدای مهربان پیامبرش هم از اخلاقش که بسیار بلند بود در قرآن یاد میکنه. در قرآن الله مهربان میگه لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولی. ای محمد اگر تو سخت دل میشدی یا درشت رفتار میشدی، این مردم در گیردی تو جمع نمیشیدن. یعنی وقتی تو زبان خوب داری، رفتاری نیکو که داشتی، این مردم در گیردی تو جمع شیدن. یعنی از روی اخلاقت، از روی رفتارت. برادرای عزیز، در تاریخ دینی ما بسیاری از محاربه ها، جهاد ها گذشتگی است. از آن جمله بسیاری حاجی ها میدانند که مردم مسلمان ما و شما در جنگ احد میگیم که بسیاری حاجی ها اینا رفته همو کوی احد دیدگی هم. در همین جنگ، در همین محاربه برای مسلمان ها برادر عزیز بسیار مشکلات وزنین آمد، زیرا 70 صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم در این جنگ کشته شدند. از آن جمله برادر رضاعیشان، عمکشان جناب امیر حمزه. و چگونه که ما و شما میدانیم برادر عزیز، امیر حمزه از دستی وحشی کشته شد. وقتی وحشی که غلام بود، با او وعده کردند که اگر امیر حمزه را مقصد تو در همین جنگ به قتل رسانده توانی، ما تو از غلامی آزاد میکنیم. و وحشی برادرای عزیز نفری بود که با همون نیزه دستش بسیار در نشانه درست و خوب میزد. و از دست امیر حمزه، از دست وحشی که در آخر حضرت هم ایمان آورد، اسلام آورد، وحشی هم مسلمان شد. و این کس میگد در جنگ خلاص در تاریخ ها میگد بسیار پایدم، بسیار نگاه کردم و بنیاد امیر حمزه زیبا می جنگید. خلاص وقتی که من او را جنگی او را نگاه میکردم، تنومندی او را نگاه میکردم، بسیار افسوسی وای میخوردم. لیکن چیکار کنم که من اون زمان از این شخصیت ها آگاهی نداشتم، ولی پنهان شدم. وقتی در من نزدیک آمد میگد من وقتی نیزه را پرتافتم از همین قسم پایانش خلاص دیراب کرد، او در زمین زد. او را همون نفرهایی که در جنگ بدر نزدیکاشون که من نام نبرم، برای اونها ایمان آورده بودن، اسلام آورده بودن، که در جنگ بدر نزدیکای او به دست امیر حمزه کشته شده بود، اینا قصاص گرفتن. آمده مقصد گوش امیر حمزه را بریدن، بینیش بریدن، لباش بریدن، حتی شکمش هم چاک کردن، جگرش هم برآوردن، حتی جگرش هم خامخام خوردن. از دشمنی زیاد، از عداوت زیاد. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد تمام شدن این جهاد آمد حال عمک شدید، بسیار بسیار ناراحت شد، خیلی ناراحت شد و خیلی گریه هم کردن.
برای پشت و پناه حضرت اینها بودند. خلاص وقتی این زمانها تمام شد، پیامبر مکه را فتح کرد، گرفت. وحشی تا همون زمان ایمان نآورده بود، ایمان نآورده بود. وقتی حضرت مکه را گرفت، وحشی در همون مکه بود، گریخت طرف طائف رفت. یگان 70 تا 90 کیلومتر از مکه بیرون شد که یکی مبادای مقصد اگر دریاب میکردن، حضرت میدانست که همین نفر امکش کشتگی است. از بین مردم می آمدن پیش رسول الله، درو ایمان می آوردن. الکه همه در دست مسلمان ها بود. از آن جمله نماینده ها پیش وحشی رفتن، گفتن وحشی بیا به این پیامبر ایمان بیار، به خدا قسم ما رفتیم ایمان آوردیم، این قدر معامله زیبا دارد، این قدر اخلاق بلند دارد. وحشی گفت که شما دیگر نفرین، من دیگر نفرم. من نزدیکترین آدمی را به قتل رسانیدم. اگر من اوی دیراب کرد، الله دانا هست مرا پارا پارا میکنن. میگه نماینده گفتن وحشی گپی زیادی نکن، ما چیزی را در سیمای او حضرت دیدگیم، باوری داریم که تو را میبخشد. خلاص او را باور کناندن و وحشی آمد. تصور کنیم برادران عزیز، وقتی آمد پیامبر در مسجد بود، آمد وقتی همین وحشی را دید، حضرت وحشی را شناخت. گفت تو وحشی؟ گفت من وحشیم. گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. من گواهی میدهم که الله تو الله یک و یگانه است و گواهی میدهم که تو پیغمبری بر حق هستی. وقتی این سخن گفت، پیامبر گفت بشین در زمین. نشست. گفت میخواهم که همون قصه قتل برادر مرا از اول تا با آخر نقل کنی. چی تو را وادار کرد که امیر حمزه را به قتل رساندی؟ چی شما را وادار کرد که او را در این یک حالتی بسیار ناراحت کننده شما او را گذاشتید، همه عضوهاش بریدید؟ چرا این کار را کردید؟ از ابتدا وحشی میگه من سر کردم صحبت، سر کردم میگه، لیکن بسیار خجالت بودم، بسیار غم زده بودم، بسیار از کارم پشیمان بودم. میگه از زمان نگاه کردم طرف حبیب خدا دلاور نمیشیدم، سرم بردارم نگاه میکنم رنگ باران واری از چشمای حضرت آب ریختی سای. وقتی من صحبت دارم او گوش داره و گریه داره. میگه وقتی تمام کرد صحبت، میگه تمام شد، همین خیلی گشت طرف منو گفت فهل تستطیع ان تغیب وجهک عنی. میگه هم یک جمله گفت وحشی تو مسلمان شدی، اگه ما قبل چیزی کردی نکردی، با این کلمه زیبایی که تو گفتی همش بخشیده شد. من دیگر حقی در تو دست درازی کردن ندارم. خونی تو در امان ماند، تو مسلمان شدی. لیکن اصلی یک خواهش برادرای عزیز، بازم همین قدر رفتار را ببینید، بخشیدن را ببینید، آداب را ببینید. اصلی یک خواهش چی؟ فهل تستطیع ان تغیب وجهک عنی. امکان باشد در کجایی که من باشم رو بروی من نبرو. در کجای من نشستم حرکت کن، من چهره تو را نبینم، زیرا هر زمان تو را ببینم امیر حمزه در پیش روم پیدا می شود. بسیار کار زیشتی را کردیم، زین لحاظ از تو من همین قدر خواهش دارم. وحشی میگه تا زمانهایی که حضرت حیات بود من بسیار خجالت بدم، در هر جا می رفتم صحبتاش گوش میکردم، لیکن فقط از قسم قفا می ایستادم تا چیزی را که خواهش حضرت بود مقصد من انجام دیم. برادرای عزیز، ایرا میگن آداب، ایرا میگن اخلاق، ایرا میگن ببینید تعلیمات دین. در زیر یک قصه این حضرت به خدا ده ها مسئله ها وجود دارد. از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی، حقیقتا دین ما اصلا خودش دین تربیه است. اصلا همین اسلام خودش عبارت های نصیحته و همه سر به سر چیزی که در ابتدا خواندیم
همه از اول تا به آخر مردم به اخلاق حمیده، به رفتار زیبا. ببین پیامبر نازنین میگه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اگر در اینجا زیاده از 100 کس باشید، حوزه هیچ کنه میدونه ایمانی کی از همه مکمل تره، از کی در ایمانی کی از همه نورانی و بسیار ایمانی با قوته. پیامبر میگه یا نشانه داره، نشانه شمیه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. که ببین اگر اخلاق خوب داشته باشه ایمانش بسیار بسیار نورانیه، بسیار ایمانش تقویت داره. در دامش چی میگه؟ میگه که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم. بهترین شما آن کسی هست که به خانومش به زنش بسیار رفتار و معامله زیبا داره. من در چندین معرکه ها برادرها اشتراک کردم. آدمای از ما با کلانترا وقتی گپ سری آداب میروه، وقتی گپ سری زن شوهرداری میروه، همونا چی میگن؟ میگن حاجی بابا اینا که ما قریب 40 سال یا 50 سال زندگی کردیم، بسیار زندگی ما عبارت از همین احترام یکدیگر بود. یعنی در زندگی های ما مقصد سخنهای درشت، رفتارهای درشت هیچ وقت وجود نداشت. این برادر عزیز، این آدابی که من میگم یا من میگم لیکن ای کتاب خدا و رسول میگم، این معناش همیه که شما این آداب در برابر پدر و مادرتون، در برابر زن و فرزنداتون، در برابر یار و رفیقاتون، این آداب میتونین برادرای عزیز در حرکت درآورید. وقتی که محبوب ترین شما به سوی پیغمبر آدم خوش اخلاق باشه، کار نکنین برادرای عزیز با سخنهای بسیار درشت و تلختان دل برادراتون، دل پدر و مادراتون، دل زن و فرزنداتون ملال خسته کنین. زیرا تربیه دینی ما برادرای عزیز این نیست. چقدر اگر شما خوش اخلاق باشید بسیار 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 زیبا و خوب است. شیخ سعدی میگو خر به سعی آدمی نخواهد شد گرچه در پای منبری باشد. آدمی را اگر تربیت نکنند تا به 100 سالگی خری باشد. اگر عمر 50 و 60 و 70 و 80 باشد، لیکن اخلاق، آداب، رفتار که ما بهترین کتاب در دست داریم، بهترین روش پیامبر نازنین برای ما در پیش بونه، وقتی که ما پیروی نکنیم، حضرت میگه عمر در چنده که باشد از همو حیوان تو هیچ کمی نداری. الله مهربان برای ما و شما توفیق دهد که از آن چیزی که میشنویم، از آن چیزی که در کتاب‌های ما و شما درک شده است، به خدای مهربان قسم این اسلام بسیار مکتب کلانه، بسیار مکتب کلانه، بسیار 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 برای ما و شما دلالت‌های زیبا و خوب داره. فقط گفتی همه حضرت بزرگوار که گوش باید که بشنود این را. برای اینها گوش در کار که گوش کنه و اینها را مقصد در حیاتش چکار کند، مقصد یک دستور عمل حیاتی برای خودشون قرار دهد. انشاءالله من از خدای مهربان امیدم همین است برادرای عزیز که وقتی شما دعوای دینداری میکنید، دعوای اسلامداری میکنید و وقتی میشنوین قال الله و قال رسول الله را، شما ایرا حتما در حیاتون تطبیق میکنید. ای شما مثال بچهای بد باید نبراید. شما اگر وقتی بد اخلاقی کنین، بد رفتاری کنین، شما که میلش خطان نکی شما نام دین تانه پس میکنین، نام پیامبر تانه پس میکنین، نام شریعت بطلا پس میکنین. از رفتارهای زیشت شما مردم در سیمای شما، یعنی شما وقتی میگین من مسلمانون، در سیمای شما فقط همین دین و شریعت هم میبینید. برای من حرکت کنیم برادرای عزیز و پیامبر با اخلاقش قطعی مردم هم مسلمان میکرد. اخلاقش، رفتارش، ولی دعوت نه، دعوت نکرده همین رفتارش هم میدینن، میفتن ای مردک
сухани дурӯғ намеброяд. ин мардак мақсад даъвош ҳақиқат дора. рафторира бин, гапира бубин, корира бубин. рафтору гапу корш мардума мусалмон мекард. бигзор бародарои азиз, мо шумо ҳам ҳамин рафторҳои зеборо дошта бошед. малол накунед, ёру бародаротона малол накунед, ёру бародаротона бародарои азиз таҳқир накунед, ёру бародаротона ҳамин калимаҳое ки имрӯз биромадай кидату подставиту ҳамаи ҳамино дар байни мо шумо ҳам. аз ин коро ҳаракат кунед ки бародари мусалмон бояд бародарша дар ин ҳолат намонад. алло тани сиҳатон битаву имони комилтон битаву ва аллои меҳрубон ҳамаи таманниёту мақсудҳои нектона ҳосил гардона. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.